مافیا رو بالا آوردم. بچه باید میومدم از بازی بیرون و ویدیو قطع میشد. ببخشید. شامپو زعفران پاک رو من این صدا تبلیغات بچه فقط کافیه بره تو بازی ببینیم چی کار میکنم. ببین چی کار میکنم بچه. من میخوام بزنم دهن همشون. بچه تو شب مافیا قشنگ مافیا در بیاد قشنگ میدم دهن همشون رو سرویس میکنم. من تو زودیاک تگ مافیا دکتر لکتر بودم زدم دهن همشون رو سرویس کردم. اشاره میکنید به این میگم بازی پلی. ولی بچه همون اول واسه سب کنیم تا بالا او بارگذاری بازی. اوه قلبم دیوز 5 بدون نازه. یک گادفادر با ما بیفت. فقط 2 نفر میان شب مافیا. دوباره بودو من عجله دارم. این پلیرهای حرفه‌ای که من میبینم حس میکنم یه بازی فوق‌العاده رو شاهد باشید. من به هر کدومتون یه کارت نقش میدم. چرا شما رو آخر میفتم؟ مافیا خدای مافیا عضو مافیاست. انقدر دیگه مافیا براتون مافیا در میاد. بریم شب معارفه. چشم‌ها رو ببندید میریم برای شب معارفه. تیم مافیایی بیدار شن. با اعلام من 3 2 1 روز می شود. سلام دوستان، امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم بدون روش و درگیری. صدا میاد؟ خب همه 7 و 5 دست مافیا همه تا اطلاق میترسه. بازی به چرخ چارشم امیدم. چارش میخواد؟ آره چارشم امیدم میشه دهنت. برای بعد باشه من آبجیم درست سگانه گوام سلام بچه ها، میبارم پشت. امیدوارم سال خوبی داشته باشید و امیدوارم بازی خوبی باشه و ممنونم از شما که چالش داد بهم و کسی اضافه نقش کنه. از صد مافیاست. نفر بعد شماره 2 بچه همه صدا میاد دیگه؟ آره اوکیه صدا میاد. آره چاکر شما. شماره 2 تو میگه هر کی که روز اول اطلاق نقش نکنه 100% مافیاست. این برا من عجیبه. داداش همینو گفتی چرا الان داری دیسلایک میدی؟ چالش هم میدم شماره 4. داداش چرا الان داری دیسلایک میدی؟ خب معلومه تارگت هم بخوام بزنم دلی میزنم 2 3 و 6. بازی به چرخه. متشکرم. نفر بعد این میگم بازی. سلام، امیدوارم که بازی رو خوبی رو نداشته باشیم بلکه بازی رو چرا من رو کنار همدیگه بسازیم. بله. و باز صدا میاد. آره اول میگه خواستم بگم که ما نباید روز اول اطلاق نقش کنیم چون که مافیا ما رو پیدا میکنه و ما متشکرم. نفر بعد مافیا شما رو تیکه تیکه میکنه. من بچه ها میزنم بکنم.
داشتم میرم به شماره بازی بچه همه تو دوباره اختیار نقش میکنین هر کی لکنه 100 مافیا ببره همه بچه ببینیم موضوع باشین مافیا خودتوزی هم میکنه نفر بعد دیر میخوره بچه دیر میخوره من یکم هنگ گرفته انگار بازی شماره 7 بازی تونستم امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم روز دوم همه اطلاق نقش میکنیم تارگت های دلی من شماره 8 9 و 4 بازی دلی جورت داری منو بزن از که ندارم اونجوری ببینیم مافیا در میان یا نه ولی که حرف خاص دیگه ندارم بشر نفر بعد بچه ها من این که گفتم هر کی اضافه نقش نکنه مافیاست من اونجاش حواسم نبود و همین دیگه و من هم تارگت دلی میزنم به شماره منو بزنه تمام 4 همین بچه به دل نگیرید این دل چالش بده نفر بعد برچی چالش نمیده سلام شماره 3 بازی هستم مافیا برای سری بیدی بیرون خواهر حسین رو خواهد نفر بعد خب الان زمان صحبتم بیشتره و میتونم بگم که روز اول اطلاق نقش کنیم مافیا ما رو پیدا میکنه و ما رو سریع میزنه بله دم بهشون آفرین خواستم بگم که روز دوم که همه ما شهرها همدیگه رو پیدا کنیم و بتونیم مافیا رو شکست بدیم و امیدوارم که بازی خوبی باشه. نفر بعد شماره 2 تو الان اومدی حرف تو عوض کردی درسته؟ آره دیگه تو اومدی حرف تو عوض کردی شماره 2 اومدی حرف تو عوض کردی و این حس مافیا بودن به من میده که اول همینجوری یه چی ور میدی تو بازی و بعد میخوای برش داری ولی نمیتونی برش داری این برای من یکم عجیبه. متشکرم. نفر بعد بچه اینجوری یاد دارم بهتون میگم. شما صدا میاد متشکرم. نفر بعد میگم اشکال بازی خوب باشه. متشکرم. نفر بعد بچه آبجیمه. خب من که الان من تو چالشم زدم هر حرف که میخوام چالشم نم شماره ندادی بوس بده بوس ندارم. وقتی چالش میگیم لطفا نوار خالی بود نکنین ولی حرف معنی داریم کدوم بزنیم؟ مافیم اینو بزنیم شماره 4 بزنیم یعنی ما بندازیم بیرون و تو رای گیر اینا ها؟ اینو بزنم مافیاش کنیم بزنیمش باش میزنیمش امشب باش نشه ما میخوام بریم بازی تیتیای بعدم براتون تیتیای باز عوض کرد. من خیلی شک دارم به شما دو. شما 6 اینجا بازی بچه گونی نیست. داره میخندی اینجور میکنی نکو بابا میره تو دوربین نکو دوربینیم الان رو دوربینی تو چالش داشت آبجی ساکت باش فکر کنم الان دارت من نه من نیست رفتی تارگت میزن شماره 3 با 6 اگه موافقه لایک بده خودش موافق ما 10 و 7 و 5 بریم برای رای گیری. کسی نمیتونه زیر من اجماع کنه. زیر 2 اجماع میکنم بدجور. به شماره 9 این داره رای میده میخواد بندازه توش بیرون. به شماره 6 7 رو کشش نکنین من شماره 3 من رای میده 6 رای میده 9 رای میده 8 رای میده و میرم تو دفاعیه. بچه زیر شماره 2 بدجور میخوام اجماع کنم میخوام زیرش بگیرم. شماره 7 و 5 که حتما میاد پشت برو. بچه همه به این داده
بچه شماره 2 رو بدیم بیرون. از نظر من شماره 2 300 مافیای بهش دارم. میخوام الان یه چی بگم تو دفاعیه ملچ. بچه آبجی میگفت به آبجی اینو بنداز بیرون باش. امشب به پدر خانده یا میگیم بندازیمش. بچه سگای نگهبان میره خواستید برید سر صحبتشون چی شد؟ آخ شماره 6 اومد. بیاش نه بیاییم به اصلا دوباره آبجیم وارد بازی میشود. بازی میشود؟ آره وارد بازی میشه. میخوام دست بعدی ویدیو بعدی مافیا رو بزنم خودت بزنی ببینیم دهنشون رو بدیم. اگه بعدم دهنش بود واسه دفاع من دهنشو میخورم. داداش شماره منو فرستادیم بالا که چی؟ شماره 2 رو بدیم بیرون. داداش 100 مافیاه. شماره 2 100 مافیا میاد حرفشو عوض میکنه الکی. مگه نه آبجی؟ آره آفرین. آبجیم کنارم نشسته لطفا فوش ندید. میگم دهن همتون رو سرویس میکنه. آره دهن همتون سرویس میکنم. آفرین. بعدم شماره 2 رو بندازیم بیرون داداش. شماره 9 15 بندازید زیر 2 بابا. همه رو انداختین دو دفاعیه که شما رفت. تو هم بیا بنداز پشت 2. شماره 4 چرا دیسکانکت شد؟ بچه من دکتر بازی بس اسی بگم دهن همتون نگفتم سرویس میکنم. مافیا نجات میدهد. دکتر فاطمه تنها یک مرتبه میتواند نجات دهد. فاطمه خودت صد مافیایی چطور وقتی هنوز روزی که من حواسم نیست یه جمله یا میگم یا آبجی ساکت‌تر. خب معلومی برای فرصت جویی برای این که یه شهروندو بندازی بالا. نه نفر بعد کی گفته؟ به من رأی آوردم زیرش. شماره 2 مافیایی اونجا که نقشه رو میذاری میتونی نقشه رو عوض کنی. هر نقشی رو بر خود بیاری. پدرخوانده، مافیا، روانپزشک، شهردار، جانسخ، حرفه‌ای همه چیزی میتونی. پس تو 100% مافیایی. پس دیگه زلزله زیادی نکن. خداحافظ. شماره 2 رو اجرا کنیم. شماره 2 رو لطفا اجرا کنیم بابا. اصلا بازی بد شد. نمیدونم چی گفتم که به من رأی دادید ولی من برم به نفع خودتونم میفته. خب الان دیگه خودم رو مجبور کردیم که نقشم رو بگم و خب نگو متاسفانه بنده شهردار هستم و بردیم بیرونم به نفع خودتون نیست. حالا دیگه من نمیتونم. نفر بعد این پوکویو لعنتی رو من باید سرویس کنم. ما چرا اینجوری حرف می‌زنی؟ منم نقشم روانپزشکه. میخونم برای روانپزشک میتوانه به بقیه خود دهن کنن. بعدم همه شما زیر مفتتون زیاده. بهش من گفتم تو ویدیو. برای من به نظر من شماره 3 یا 2 شماره 2 از وجود که من شرف عوض میکنم. شماره به همه رنگ منو علکی میندازن تو دفاع. همه به شماره 2 زنه. آره داداشم ما میریم به خواب نیمروزی. حتی خواب نیمروزی بچه شهردار شماره 4 آجی میرزنه. این دوتا شماره که فقط باید بندازن رو شماره 2. نمیتونم بندازن رو یار مافیا سادهشون رفته. ولی مافیا سادهش غلطی نمیتونه کنه. شهردار بازی میده. آیا شهردار میخواد رأی گیری رو ملغا کنه؟ آیا میخواد رأی خروج به یکی از این نفر بده؟ به یکی از این 2 نفر بده. این پوکویا سگ مصب بچه اگه صداش میره ببخش. اعلام آرا 10-0 ماشل 8-0 ماشل بازیکن 0 بازیکن شماره 4 1 رای بازیکن شماره 3 1 رای بازیکن شماره 2 رای. برو گم شو بیرون. نمیتونست بکنه. کدوم رو انتخاب میکنی؟ کار حرکت خواهم. اوه شلیک نهایی منو میزنه.
3 2 1 شب میشود. حاجی شما مافیایی بیدارشن. حاجی شماره 4 بزنیم بیرون. مافیا امشب تیر نداره. آقای نداری شماره 5 شماره 5 4 بزن. شماره 5 4 بزن. 5 منو سیف بده. راست میگه. منو سیف بده. میزنه دهن منو سریس کنن. حرفه‌ای به من. دو میخواد در رو بزنه دیگه. آره دیگه اگه میتونی منو بده. نمیشه. ای لعنت بهش. با اعلام من 3 2 1 بمبگذار نداره این بازی. تو بازی قبل بچه بمبگذار داشتیم. ناتوی من بودم پشته. چرا؟ و میخواستم بگم که اون یه نفر که به من رای داد کی بود و میخواست بچه من امشب چیکار کنم به کی برای کی بیا بیرون بابا دهنتون. بچه بد شد بازی. بد شد. آقا چه بازیه. چه دیگه سکه ندارم. بچه من برم یه دست یک تنهایی بزنم. بچه دوستون دارم. بازم میخوام ویدیو مافیا بگیرم. باید سکه اول دریافت کنم. دوست دارم تا یه ویدیو دیگه ببینمتون.